بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی خاتم النبیین. هموطنان عزیز، خواهران برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز درباره موضوعی با شما عزیزان صحبت میکنم که با صحت همه هموطنان عزیز از اطفال و کلانسالان ارتباط میگیرد و آن هم خریداری دوا بدون نسخه و استعمال آن بدون مشوره و هدایت دکتر است. هموطنان عزیز، شماری از هموطنان ما به خاطر کمی مصرف و یا هم سهلنگاری بدون مراجعه به دکتر، شفاخانه و یا کلینیک برای علاج خود و یا هم مریضان خانواده خود راستن به درملتونها و دواخانه ها مراجعه کرده به نسخه دکتر دوا می گیرند. خود و یا هم مریضان خانوادهشان استعمال می کنند. خواهران برادران عزیز، استعمال دوا بدون مشوره دکتر خطرات زیادی را متوجه صحت ما و اطفال ما کرده می تواند. عواقب این گونه تداوی های خودسر با مصرف دوا بدون هدایت دکتر نهایت وخیم و خطرناک شده می تواند. عوارض زیانباری را برای انسان، خصوصاً برای کودکان و زنان امیدوار می تواند داشته باشد و حتی در بعضی موارد خطر آن حیات مریضان را تهدید کرده می تواند. اکثر دواها عوارض جانبی دارند. استعمال خودسر آن اگر ظاهراً مرض ما را شفا می دهد، ضررهای را به اعضای دیگر بدن ما متوجه می کند. تنها دکتران می توانند در این زمینه ما را راهنمایی درست کنند، دوایی را به علاج مرض ما تجویز نمایند که ما را از عوارض دیگر ایمن نگه دارد. هر دوا از سوی دکتر برای مریض به اندازه و در وقتش تجویز می گردد. اگر ما در وقت معالجه با مراجعه به دکتر به کلینیک دوا می گیریم، وقت و اندازه استعمال آن را نیز به ما نشان می دهد و در صورت استعمال خودسر اندازه آن زیاد و یا کم می شود. زیادی و کمی استعمال دوا هم یک عمل خطرناک بوده می تواند. هموطنان گرامی، وزارت صحت عامه افغانستان به تمام درملتونها ابلاغیه نشر کرده که هیچ دواخانه نمی تواند بدون نسخه دکتر به کسی دوا بدهد و همچنان هر دواخانه را مکلف کرده است که ضرور یک دواشناس مسلکی و تعلیم یافته داشته باشد. اما با وصف آن هم در شمار از دواخانه ها بدون نسخه دکتر به مراجعین دوا داده می شود و حتی بعضی دواها روی سرک نیز به فروش می رسند. من از تمام هموطنان عزیز می خواهم که حین مریضی به دکتر، شفاخانه و کلینیک مراجعه کنند و با مشوره و هدایت دکتر به علاج خود یا مریض خود بپردازند و از خرید و استعمال دوای خودسر بپرهیزند و حیات خود و افراد خانواده خود خصوصاً اطفالشان را به خطر مواجه نسازند. اگر دواهای خیلی عادی و بی خطر بدون نسخه دکتر خرید و فروش شود، باکی ندارد. خرید و فروش این گونه دواها در هر جا بدون نسخه مجاز است، ولی در استعمال چنین دواها هم باید احتیاط لازم و ضروری را کرد و هر گونه دوا را از دسترسی اطفال دور نگه داشت. چین دوای با نسخه دکتر باشد و چیم دوایی که آسان از بازار خریده می شد و بدون خطر است. هر دوا به طفل ما ضرر داشته می تواند و خصوصا اطفال را باید دوا به اندازه اش بدهیم و آن هم حتما به مشوره دکتر و هیچ وقت به طفل ما و کودکای ما به مشوره دکتر دوا خودسر داده نشود. امیدوارم دواخانه ها بدون نسخه دکتر و مراجعینشان دوا نفروشند، از فروش دواهای تاریخ تیر شده بپرهیزند و همچنین همه ما باید از خریداری دواهای روی سرک ولو دوای عادی نیز باشد بپرهیزیم و خصوصا بازم یادآوری میکنم که به اطفال ما و کودکای ما، خودسالان ما و نوزادان ما هیچ وقت خودسر
دوا ندهیم. تا صحبت آینده، خدا نگهدارتان باد. شاد و آباد باشید.